ای کاش میشد هر زمان به زمانی دیگر سفر کرد. ای کاش میشد از هر زبان به زبانی دیگر. آیا آغاز این سفر پایان من بود؟ شاید، اما نه. چشم که گشودم آسمان آبی بود و تو گویی که از حادثه جان سالم به در برده بودم. ابتدا با خط هوایی شرق چین به غرب چین پرواز کردم. بعد از توقفی کوتاه در رومچی با هواپیمای دیگر از تهران پروازم را به سمت کاشغر ادامه دادم. کاشغر، تاشقر و یا به قول چینی‌ها کاشی با بیش از 2000 سال قدمت تاریخی به پایتخت جاده ابریشم شهرت دارد. در اواخر قرن دهم میلادی هنگامی که سلطان صادق بغراخان فرمانروای پادشاهی اویغور اسلام آورد، به تدریج زبان اویغوری الفبای اصیلش را از دست داد و از سال 1987 رسم الخط جدیدی که ترکیبی است از الفبای عربی و پارسی جایگزین آن شده است. در نخستین بامداد ورودم به کاشغر، وقتی که صاحب متل آگاه شد که قصد یافتن ده بلدیر را دارم، فوراً مرا با اتومبیل خود به مرکز پلیس برد. در آنجا با نشان دادن مقاله‌ای درباره فعالیت‌های فیلمسازیم و پس از پرداخت مبلغ کمی گذرنامه موقت 4 روزه‌ای به من داده شد که بعدتر در طول مسیرم به تاشقرغان میبایستی به پست بازرسی بین راه نشان میدادم. بعد از 6 ساعت سواری در مینیبوس باور کردم که سرانجام این سفر طولانی به انجام رسیده باشد، اما در عوض من به تاشقرغان رسیده بودم. من آمده بودم که از بین انواع متاعشان تنها به حریر کلامشان دلخوش کنم. میبرم اینو به خود گوگوش نشون میدم. گوگوش؟ بله، من از دوسته گوگوشم. شما؟ بله، تو آمریکاست. در گوگوش اینترنت. من آمده بودم که ایران و ایرانی عهد قدیم را در عهدی جدید نظاره کنم. من آمده بودم که در لفظ دریشان را عیاری تازه نهم، مگر نه اینکه هنرمند عکاس محبوبم جناب رضا دقتی با دقتی خاص خود 14 سال پیش مردمان این خطه و روستای بلدیر آمده و گفته بود که مردمان اینجا پارسی را با گویش سعدی و حافظ حرف میزنند. زیبا رقص زیبا رو ببین، رقص زیبا رقص زیبا رو ببین. من تاجیک هستم. نام من عامل جان. من در تاشقرغان زندگی میکنم. در اینجا نوروز جشن میگیرد. امروز نوروز هستیم. به نوروز در اینجا همه کسا به دوستانی بهارد در طرف راست میدید و اون مبارکبادی میکند که نوروز شما مبارک باشد. سال نو، ماه نو، روز نو، ساعت نو الله تعالی مبارک گرداند. یک دانه 1000 دانه بشمار مبارک شوگون بهار میگوید. قبل از راهی شدن در لابلای کوههای تاشقرغان و جستجوی ده بلدیر در چند خانواده تاجیک به عید دیدنی رفتم. داخل اکثر خانه ها بسیار آراسته و زیبا می نمود.
مردم تاجیک این مناطق همگی نوروز را به جشن می نشینند، ولی از 7 سین ایرانی خبری نیست. در عوض سفره‌ای می گسترند که آن را رنگارنگ می نامند که در آن انواع نان محلی، شکلات، آبنبات، میوه و حتی گوشت کله و پاچه گوسفند نیز یافت می شود. برخلاف ادعای گزارش BBC فارسی از سفران، من هیچ عکس و نشانی از ده بلدیر در دست نداشتم. حتی از طریق موتور جستجوگر گوگل نیز این ده را نیافته بودم. روز و شب در حسرت آن بینشان سر می شود، هرچه می جویم نشانش می نشان تر می شود. یا یللی دوست یللی یللی یا لا یللی دوست، یا یللی دوست یللی یللی یا لا یللی دوست. جاده ماران بیشمارند، ماران فاصله تمامی ندارند. ماران فاصله بی فاصله از پی هم می آیند و شیرینی لحظه دیدار را مدام نیش می زنند. آثار باستانی به دست آمده در این منطقه نشان می دهد که مردم این سرزمین از مشرق ایران آمدند. آیا آنان از نوادگان ناصر خسرو قبادیانی هستند؟ یا دیگر پیروان مذهب شیعه اسماعیلی هستند که ایران را برای حفظ جانشان ترک کردند؟ مبارک! عید شما مبارک! عید شما مبارک. برای شما مبارک. من شنیدم که شما تنها کسی هستید در اینجا که فارسی میدانید، درسته؟ کمتر میدانم. خداوندات سلطان کریمی تو بسم الله الرحمن الرحیم. منم در بخشی دیگه نایم تو دانی چاره بختی سیایم. با او ناله و زاری زیسرت غفلت ماندهیم از روی دولت. فراموش کردم نمیدانم. خوشی خرسندی می شود مولانا شاه کریم الحسین دیدار خود نصیب بکند. شما اسماعیلی هستی؟ مولانا شاه کریم الحسینی رهبر و امام فعلی اسماعیلی هاست که در نزدیکی پاریس زندگی می کند. پارسی را فراموش کردم. چی درس میدی؟ خانیه. خانیو درس میدی. فارسی میدانی یا نمیدانی؟ فارسی نمیدانی؟ فارسی درس نداریم. اینا بچهای کلاس تو هست؟ بچه قرقره رفتی. بچهای کلاس شما. بگو خداحافظ. میتونی بگی خداحافظ؟ چه کسی میداند که در کجاهای دیگر این کره خاکی آبی هر لحظه و هر دم زبان و کلامی دیگر را سر زیر آب میکنند.